نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل ها و پیام های شما عزیزان. تشکر میکنم از حسن هادی به خاطر تصاویر و همینطور موزیک های بسیار قشنگی که برام فرستادی، بسیار استفاده کردیم. دوست گرامی شیرین ممنونیم بابت تصاویر بسیار جالبی که فرستادید و امیدواریم که باز هم از همکاری شما بتونیم بهره مند بشیم. علیرضا افشارچی همینطور مطالبی که فرستادی خیلی خوب بود مثل همیشه. دوست گرامی و پشتیبان ارزشمندمون پاتریس تشکر میکنم به خاطر مطالبی که فرستادین. تلاش میکنیم همون موردی رو که پیشنهاد کردید و همون شکلی که پیشنهاد کردید اجرا بکنیم. مسعود کنوز تصاویر بسیار جالبی فرستاده در زمینه‌های مختلف که در خبر تو خبر این هفته استفاده کردیم و باز هم بیشتر استفاده خواهیم کرد. اصغر پهلوان مطالب زیبایی که فرستادی خیلی قابل استفاده بود و امیدوارم که باز هم در این زمینه به ما کمک بکنید. حسن خان از کرج شعر مفصلی در توصیف وضعیت بسیجیان سروده که من اگه اجازه بدین در اینجا فقط یک قسمت خلاصش رو بخونم. اونجایی که نوشته بسیج یعنی شپش بر ریش داشتن، شعور اشتران و میش داشتن. بسیج یعنی چو گرگی هار بودن، شعار مرگ بر مردم سرودن. اگر فردا همه مردم بپویند، زمین را از بسیجی ها بشویند. همچنین تشکر میکنم از دوستان گرامی کریم و فریبرز ممتحن. فریبرز یک سندی فرستاده از حضور خودجوش در یکی از راهپیمایی‌های رژیم که توش مشخص میکنه این حضور خودجوش چقدر خودجوش بوده. محمد از استرالیا ممنون به خاطر مطالبت و همینطور شکور غفوری، احمد آباد، عابد ضیایی که شعر بسیار جالبی برامون فرستاده بودید. دوست عزیزی که با نام میسون دارک ایمیل داده بودین ممنون از لطف و محبتتون. خوشحالیم که بیننده پیکشاری هستین. مطالبی که خواسته بودین تلاش می‌کنیم براتون بفرستیم.